نخستین جایزه به نام وکیل دفاع شناخته در تاجیکستان فیض‌نیسا واحیدووا را به همکار زندانیش بزرگمهر یاروف سزاوار دانستند. جایزه را روز 18 سپتامبر در شهر ورشاوا به برادر او جمشید یاروف سپاریدند که در خارج از کشور زندگی می کند. جایزه مذکور را که $3000 پاداش مالی دارد، تابستان امسال انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا تأسیس داد. جمشید یاروف بعد ختم مراسم به رادیوی آزادی گفت که در واقع برادرش سزاوار جایزه بود. رمزی هم هست که جایزه به نام حقوقشناس ادوکات فیض‌نیسا واحیدووا که خیلی جسور بود، دلیر بود، محض به یکی از همکاران او که در یک کلیگی ادوکاتور تاجیکستان همکار بودن کار میکردند که هر دو یک موقع داشتند در حمایت حقوق بشر، در حمایت مردم، در حمایت برقرار کردن ولایت قانون در تاجیکستان محض به بزرگمهر بوده شد. من خیلی سپاسگزارم که از این 3 نفر بزرگمهر رو انتخاب کردم، خیلی شدم. آخرین خبری که از وضعی بزرگمهر گرفتی از طریق نمیدونم مادر است یا کسی دیگر چی هست؟ آخرین خبر ما باید تقریبا روزهای دوشنبه یک دو روز پیش میگرفتیم. این حال علاقه با تاجیکستان نیست، یگان خبری انیق رو نمیدونیم. باید 14 سپتامبر اهل اویلش یا مادر من میرفتن و بزرگمهر رو خبر میگرفتن. این حال یگان خبری انیق کافی نداریم. خیلی که در برآمدم همین روز من قید کردم. یکی از مشکلی هایی که حکومت تاجیکستان نمیخواهد که برطرف کرده شود این دسترس نکردن محبوسان به علاقه موبیلی برای تماس گرفتن با خشتباران خود. خیلی که در کودکس اجرای جزای جنایتی چنین طلبات هست، ما خواهش میکردیم که طلب میکردیم که حکومت اقلا همین طلبات قانون را رعایت کند که و به همه محبوسان اجازتی از حال خود خبر دادن رو داشت. هدف از تأسیس جایزه بین المللی فیض‌نیسا واحیدووا تشویق و قدردانی از افراد و سازمان‌های گفته شده است که فعالیت خود را وقف دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه در تاجیکستان کردند. بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. پارلمان اروپا او را زندانی سیاسی نامیده و خواسته است که او را از زندان آزاد کنند. مقامات تاجیکستان میگویند که او زندانی سیاسی نیست و برای جنایت مشخص به زندان محکوم شده است.